بسم الله الرحمن الرحیم و النجم اذا هوا. سورت به نام سوره نجم یاد میکنه. نجم ستاره را میگه، اگرچه در مفهوم یزید در بین مفسرین اختلافات است کدام ستاره، لیکن راجح قول است که مراد از نجم مطلق ستاره است. چرا الله قسم سر زیاد میکنه واجیش میگم. 23ام سورت است در نزول خود که قبل از سوره عبسه و بعد از سوره اخلاص نازل شده. ارتباط این سورت قطعی ما قبل، در ما قبل الله کفار زجر داد، تهدید کرد که عذاب دنیا میاره فرا میگیره. در اینجا الله تبارک و تعالی تصدیق نمی امر میکنه که بله الله تبارک و تعالی عذاب روان میکنه. این واقعیت است. یا در ما قبل الله بیان توحید کرد، در اینجا اثبات رسالت پیغمبر علیه السلام است. برفتن یزید معراج، وحی شدن از طرف الله تبارک و تعالی بالای پیغمبر. اینجا اثبات توحید و رد شرک با یک راهی که خیلی معقول و منصفانه است الله برای ما بیان میکنه ان شاء الله. موضوع اولی این سورت فقط در محور صداقت نبوت پیغمبر علیه السلام میچرخه. پیغمبر علیه السلام چطور شخصیت بود، کدام امور مربوط ازش شده و درست است یا نه، قرآن یاد میکنه. و النجم اذا هوا، قسم به ستاره اذا هوا، در آن وقتی که افول کنه، پایین شوه، غروب کنه، گم شوه، بیفته. هوا میگه افتادن. قسم به ستاره در آن وقتی که میفته. چرا الله قسم به ستاره یاد میکنه؟ مشرکین مکه زیادتر چون که خدا پیروان ابراهیم خلیل الله میدانست، از او زمان تا این زمان بسیار مردم قائل به این بودن که بعضی تحولاتی که در دنیا رخ میده حتما در این گشت و گذار ستاره و برآمدن و گم شدن ستاره دایش چی داره؟ بگوی در او دخالت داره، تاثیر داره. از او خاطر الله قسم یاد میکنه به ستاره که گم میشه، اشاره میکنه چیزی که گم شوه حادث است و چطور تغییرات در نظام دیگه کس آورده میتونه، او خودش غایب میشه، گم میشه. از او خاطر الله یاد میکنه. یک دوم، بعضی مفسرین میگه و النجم اذا هوا، قسم به او ستاره که در آن وقتی که سقوط بکنه بیفته. مراد از پیش نجم میگه ثریاست که وا خیلی نمایان است. اشاره میکنه ای الله قسم یاد میکنه به نجم، به ثریا وقتی که بیفته، یعنی او که از بین میره، تاریکی است، لیکن پس بعد از روشنی پیدا میشه، روز میشه. اینجا مراد از پیشش اشاره به این میکنه که قرآن در تاریکی پیدا شده مثل ثریا واره، لیکن وقتی که سقوط میکنه یعنی این تاریکی ها از بین میره، روز میشه. یک روزی قرآن امین مفکوره یا دلایلش مکمل واضح میشه در بین مردم. خو اول خیلی مناسب است. و النجم اذا هوا، قسم به او ستاره. چرا الله در بسیار موجودات بزرگ قسم یاد میکنه؟ به خاطر که توجه انسان به این میگردانه که انسان این کل موجودات زیر فرمان و اراده الله حرکت میکنه، تدبیرش الله میکنه. پس وقتی که کارا را الله میکنه، دوباره زنده کردن موت را هم الله میکنه. پس وقتی که الله ستاره را نمایان میکنه، پس غروب برش میده، پیغمبری خدا مینمی رقم بالا میکنه در آسمان، پس میاره پایین میکنه شد زمین. یعنی این با واقعی معراج خیلی سازگار است. شما اینطور فکر نکنید که پیغمبر چطور در یک حصه شب این آسمان ها را طی کرد و پس آمد در زمین. ستاره را نمیبینی؟ در یک حصه شب نمایان میشه و در یک حصه شب پس گم میشه. ما ضل صاحبکم و ما غوا، گمراه نشده، راه را خطا نکرده صاحبکم، امنشین شما، رفیق شما، و ما غوا، غلط هم نکرده. صاحبکم امنشین شما اشاره به این میکنه که پیغمبر علیه السلام سخت دلسوز بود سر قوم. چرا که امنشین بسیار دلسوزی با امنشین خود داره. سخنای پیغمبر علیه السلام نشأت از خلوصی قلب کرده، از دلسوزی و از شفقت خیلی زیاد است. نیست که نعوذ بالله انذار پیغمبر کفتای دل سری شما بکشه یا شما دشمنش باشه، این تصور نکنه. عالم از بعضی دعوتگرا را سخنایش بعضی مردم عیناً بی حرمتی و تحقیری خود فکر میکنه. فلان عالم اینی طور گپا میزنه، تمام روز توحید ما را توهین میکنه، پدرای ما را توهین میکنه. نه، این تصوری غلط است. بلکه از کمال دلسوزی و شفقت ما این سخنا را بار تکرار میکنیم.
به خاطری که در قلب ما خوب جا بگیره، چرا که ما همیشه اینمی ترالوده به اینمی گپا بودیم. الله تبارک و تعالی عقیده صحیح را که قرآن بیان میکنه نصیب ما کرده، میخوایم نصیب کلگی شوه، کلگی شوه. اینی طور است. ما ضل صاحبکم، گمراه او را میگه که اثر راه را پیدا نکنه که برود در مقصد، او غوایی را میگه که راه را خو پیدا کرده خو راست نیست، خلل و کجی داره. الله میگه ما ضل، نیست گمراه صاحب شما راه را مکمل پیدا کرده، و ما غوا نیست اینطور که راهش خلل داشته باشه، مستقیم نباشه، بلکه راهش حتما به هدف میرسانه. و ما ینطق عن الهوا، چرا راه ازی چرا خیلی درست است، راست است، در مقصد میرسانه؟ به خاطر که مفکوری خودش نیست، ساخته و پرداختی فکری خودش نیست. و ما ینطق، سخن نمیگه عن الهوا، از خواهش نفس خود، یه چیزی که خود بخواه او را بگویه. این هو نیست، اینمی چیزی که پیغمبر بیان میکنه، الا وحی، مگر وحی است، یوحا که وحی کرده میشه برش. یعنی تمامی کلامی که از دهن مبارکی پیغمبر میبراید مکمل از جانب الله تبارک و تعالی است. از او خاطر مفسرین میگه این شامل کتاب الله قرآن هم است، شامل حدیث هم است. حدیث پیغمبر علیه السلام هم از جانب الله است. البته فرق است، یکی از جانب الله بودن مستقیم است، یکی از جانب الله بودن غیر مستقیم است. قرآن مستقیم است که توسط ملک روان میشه، در قلب پیغمبر انداخته میشه، مستقیم کلام الله است. قرآن کلام الله است، معجز است، نماز سرش صحیح است، چرا که کلام از جانب الله تبارک و تعالی آمده. اما حدیث پیغمبر علیه السلام الفاظش خودی پیغمبر جور کرده، کلام الله تبارک و تعالی نیست، اما مطلب و مقصدش از جانب الله است. چرا؟ پیغمبر به خواهش نفس خود جور نکرده شد، بلکه از جانب الله است. خود در قالب الفاظ پیغمبر پیش میشه، در قالب الفاظ پیغمبر پیش میشه. این دو را شامله. پیغمبر اجتهادات داره یا نداره؟ بله، اجتهادات هم داره. بعضی اوقات پیغمبر علیه السلام بدون از اینکه از جانب الله چیزی برش نمایان شده باشه خود یک عمل انجام داده. خب اما فرق است بین اجتهاد پیغمبر و غیر پیغمبر. اجتهاد پیغمبر مورد تایید الله قرار بگیره، اگر خطا شوه الله تبارک و تعالی تنبیه روان میکنه که تو اینجا خطا شده ای، به خطا باقی نمیمانه. اما اجتهاد دیگه علما بعد از پیغمبر علیه السلام، اگر صحابی است، اگر کسی دیگه است، هر کسی که از عالم اجتهادشان که خطا شوه، باز از طرف الله تبارک و تعالی برش تایید و عدم تایید نمیاد. اینی فرق است. خب علمه شدید القوا، شده میتونه که پیغمبر خو از خود چیزی نمیگه، لیکن ملکی که سرش آمده او خیانت کرده باشه، نعوذ بالله، یا او ضعیف باشه، در راه کسی سرش زور شده باشه، گپای دیگر را برش گفته باشه که برش برسان شه. علمه تعلیم داده پیغمبر شدید القوا، بسیار قوت والا که جبرئیل امین است. یک توجیه است. ذو مرتن، جبرئیل امین ذو مرتن صاحب صورت نیکوست. مره میگه زیبایی وره، خب صورت نیکو داره، یک مانا. ذو مرتن صاحب قوت خیلی زیاد است. فاستوا راست نشست، یا فاستوا برابر شده، یعنی اینمی ملک برابر شده، در قوت خود مکمل در مو حالت رسیده که مطابق شانش است. و هو بالافق الاعلا، اینمی جبرئیل امین بالافق الاعلا، در کناره های خیلی بلند آسمان است، در گوشه آسمان هاست. ثم دنا، بعد از او نزدیک شده، فتدلا، باز نزدیک شده، خیلی نزدیک شده. فکان شده اینمی جبرئیل امین برای پیغمبر علیه السلام قاب قوسین، به اندازه قاب دو قوس. دو قوسه که با هم یک جا میکنی، اینطور روی در روی میکنی، اینی مسافه را که 2 ذراع میشه. یا بعضی مفسرین میگه قوس چون که اینطور مسلم منحنی واری میباشه، غولکای سابق پلخمان که برش میگفت و اینطور کمان واری بود، میگه این اردو سرش به نام اردو قوس یاد میکنه. لیکن راجح است که نه، او اردو را که با هم یک جا کنه، مسافت در بین اردو اینی قدر مسافت جبرئیل امین نزدیک شده با پیغمبر علیه السلام. او ادنا، یا ازی کدم نزدیک. فاوحا، پس وحی کرده الله تبارک و تعالی به واسطه جبرئیل امین الی عبدی، به بنده خود،
ما اونمو چیزی را اوحا که الله وحی کرد. اینجا پیغمبر علیه الصلاة و السلام دو مرتبه جبریل امین به شکل اصلیش دیده. یکی در نزدیک غار حرا در جبل نور و یکی هم در معراج دیده. این دو موقعیتی است که پیغمبر علیه السلام جبریل امین به شکل اصلیش دیده که میگه بالایش تمام کناره و افق آسمان چی کرده بود؟ بند کرده بود. الله تبارک و تعالی عظمت برای جبریل امین داده و این جبریل امین به پیغمبر علیه السلام نزدیک شده تا اینی اندازه را. یک مرتبه در دنیا جبریل امین دیده به شکل اصلی، دیگه وقتا که وحی می آورد خویا به شکل انسان یا چیزی را نمیدید، پیغمبر علیه السلام به مثل سلسله جرس برش پیش میکرد وحی را. خود در دو مرتبه، یکی در معراج یکی در اینجا، به شکل اصلی دیده. اکثر مفسرین محققین قائل به است که کل ضمایر به جبریل امین راجع است و دیدن هم از پیغمبر علیه السلام جبریل امین کرده، نه الله تبارک و تعالی را. و این قول راجح هم است. یک تعداد مفسرین قائل به است که نه، این ضمایر به الله تبارک و تعالی راجع است، دیگه اینطور معنا میشه. علمه تعلیم داده پیغمبر علیه السلام شدید القوا، سخت قوت والا که از او کده بالا قوت نیست که الله تبارک و تعالی است. ذو مرتين صاحب قوت بزرگ است. فاستوا برابر شده یا راست شده بالای عرش الله تبارک و تعالی. و هو بالافق الاعلی، الله تبارک و تعالی در کناره های خیلی بلند است. ثم دنا، بعد از او نزدیک شده. فتدلی، دیگه هم نزدیک شده. فکان قاب قوسین، شده به اندازه دو قاب قوس او ادنا، یا از او کدم زیاد نزدیک. فاوحا، وحی کرده الی عبده، به بنده خود ما آن چیزی را اوحا که وحی کرده. ما کذب الفؤاد ما رأى، دروغ نگفته دل پیغمبر علیه السلام ما آن چیزی را که رأى دیده. اینجا دیدن به چشم نیست، دیدن به دل است. ضمایر که به الله راجع شود، دیدن چی است؟ به چشم سر نه، به چشم دل دیده. از امو خاطر میگه پیغمبر علیه السلام الله تبارک و تعالی را به چشم دل دیده، به چشم سر نه. افتمارونه، آیا شما بالای از او مجادله میکنه، گفتگو و نزاع میکنه امرای پیغمبر علیه السلام علامه بالای آن چیزی که یرا دیده؟ اگر الله باشه، اگر پیغمبر باشه. خب قول اول به خاطر راجح است که پشتی سر امین نزاع وقتی میشه که کسی دعوا بکنه که ما الله را به چشم دیده، باز بعد از اون نزاع میشه. معلوم شد که اینجا مسئله چشم دیدن نیست، اگر به دل دیدن باشه دل ببینه، تفکر در صفات الله کرده، در اونجا نزاع نمیشه. نه، پیغمبر علیه السلام وقتی که واقعی معراج بیان کرد کفار شروع کرد مجادله را. عجیب گپ میزنی، در این قدر کم حسی شب قدر مسافه ها را تو طی کردی، باز از اینجا در بیت المقدس اونجا باز میگی جماعت امرای انبیاء علیهم السلام کرده. از او خاطر شور ماشور در بین کفار پیدا شد. قرآن او را یاد میکنه برای ما. ولقد رآه نزلة اخرى، یقینا دیده جبرئیل امینه نزلة اخرى، به یک پایین شدن دیگه مرتبه که فرود آمده بود و جام دیده بود. عند سدرة المنتهى، به نزد سدرة المنتهى هم دیده. عندها جنة المأوى، سدره درخت سدر بیر که برش میگه. منتها که منزل و سفر پیغمبر علیه السلام در او منتهی شده، یا است که ارواح مؤمنات در اونجا منتهی میشه، بالا نمیره، یا اعمال انسان ها در اونجا منتهی میشه. از او خاطری سدرة المنتهى میگه. عندها جنة المأوى، به نزد سدرة المنتهى جنتی که آرامگاه مؤمن است اونجا است. جنت خواز آسمان ها و زمین کدم خیلی فراخ است، چطور در اونجا جا داره؟ جنت معلوم شد که در نزد سدرة المنتهى که بالای 7 آسمان است موجود است. خو الله تبارک و تعالی قدرت داره. با یک چشم ما امی قدر دنیای بزرگه که یک دفعه امی طرف سایت کنی سمت، کلش در چشم تو ریزگک در چشم تو آورده میتونه. یک کامرا مجموعه بزرگه میاره اون بریتان در تلویزیون چی میکنه؟ نشان میده، در حالی که او منطقه های خیلی بزرگ میباشه. انسانی قدر کار میتونه، الله تبارک و تعالی خی کار میتونه. از یخشا سدرة ما یخشا، در آن وقتی که پوشانده بود امی درخت
از یخشا سدرته که پوشانده بود درخت سدره، ما آن چیزی که یخشا که پوشانده بود چه پوشانده بود؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه پروانه هایی که مثل از طلا واری بود، این امی چی را سدرت المنتهی می درخت پوشانده بود. یا ملائک بوده که زیاد در اینجا تا و بالا می شدن. ما زاغ البصر و کج نشده، البصر و دیدی پیغمبر علیه السلام و ما طغا از حدام نگذاشته. زاغ ای را میگه که از چیزی که میبینی یک طرفی راست یا طرفی چپ شوه و اصلی هدف نبینی. طغا ای را میگه که از اصلی هدف تیر شوه، نظرت این پیش بخوره. پیغمبر علیه السلام طور نشده، چیزی که دیده او به او دیده، نه کج شده و نه از او پیش تیر شده. لقد رأى من آیات ربه الکبری، یقینا دیده از جمله نشانه های قدرت پروردگار خدا الکبری که خیلی بزرگ نشانه های قدرت بود. این نشانه های قدرت خیلی زیاد بود. جنت و دوزخ هم پیغمبر علیه السلام دیده، حالات امت خدا که در دوزخ سورم دیده، در جنت سورم دیده. در اونجا ملاقاتش با امرای انبیاء علیهم السلام در آسمان های مختلف ایرام دیده. در اونجا آدم علیه السلام که یک طرفش جنتی و دیگه طرفش دوزخی است، او را هم دیده. ابراهیم خلیل الله را هم دیده، این درختها را هم دیده. از همون خاطر بسیار چیسته نشانه های بزرگ پیغمبر علیه السلام در اونجا از قدرت الله را مشاهده کرده. از او خاطر قرآن به طریق اجمال ای را ذکر کرد. در حدیث زیاد تفصیلات ازی داده شده که پیغمبر چه قسم شده، کدام براق آمده، چه قسمی را در بیت المقدس برده، در کجا بسته کرده، جماعت شده، بالا رفتنش، در آسمان ها چی استقبالی صورت گرفته. این کلش نشانه های بزرگی الله تبارک و تعالی برای قدرتش است. افرایتم الله والعزى، آلی الله تبارک و تعالی وقتی که پیغمبر علیه السلام نبوتش ثابت کرد که در معراج رفته، جبرئیل امینه به شکل اصلیش در اونجا هم دیده، در دنیا هم دیده. در این موردش نوع شک و شبه پیدا شدن نمیتونه. چرا؟ پیغمبر علیه السلام بعد از آمدنش این مردم ها خود تصدیق نمیکرد دیگه. حتی از قافلهشان خبر داد پیغمبر علیه السلام که شطور گم کرده و اینی قدر پشتش میگردن. پس که همون قافله آمد کلی گپا را برش بیان کرد. خب لیکن باز هم یا عنادی بودن، قبول نمیکرد. آلی الله رد میکنه بالای شرک بود پرستی از یا. افرایتم الله والعزى، آیا خبر بده مرا، می خبر بده مرا الله از لات، والعزى از عزى، و منات الثالثه از منات که سوم است، الاخرى که متأخر است از دوی دیگه کرده، یعنی در مرتبه سوم قرار داده در الوهیت. نعوذ بالله در پرستششان. الکم الذکر، آیا برای شما مرد است، و له الانثى، برای الله شما زنا را ثابت میکنه، دخترها را. عجیب است، چیزی را که برای خود نمیپسنده برای الله او را شریک مقرر میکنه. چقدر حماقت است. تلک نمیزن دری وقت که چیزی را خود نمیخوای از او عار و ننگ داری. قسمتونی تقسیمی است بیزا خیلی ظالمانه. چرا؟ اول به الله شریک ثابت میکنه، بازورم دخترها ثابت میکنه. اگرچه الله تبارک و تعالی شخصیت و حیثیت مرد و زن با هم اینجا فرق نمیکنه، بلکه کلگی بندگان الله است، در یک معیار انسانیت قرار داره. بله تفاوت‌های در وجودشان، در کار و وظیفهشان، در صفاتشان پیداست. او معیاری از این نیست که یکی فوق دیگه پایین باشه، بلکه او برای مدیریت است، پیشبرد برنامه‌های زندگی است. از او خاطر در مسائل عبادت، در مسائل از که قرب و نزدیکی به الله کسی میجویه، در بین زن و مرد کدام فرقی نیست، تفاوتی وجود نداره در اینجا. البته اینجا که الله ای را ذکر میکنه به خاطر سرزنش از یا ذکر میکنه که عجیب است. آن چیزی که خود شما او را مایه نعوذ بالله عار و ننگ میدانی، او را شریک الله جور میکنی. ان هی الا اسماء، نیست یا مگر نامها سمیتموها، یعنی یا نامهای الوهیت سرش مانده، معبودی واقعی نیستن. سمیتموها شما نامگذاری کرده، انتم و آباؤکم پدرای شما، ما انزل الله روان نکرده الله بها با معبودیت از یا، من سلطان کدام دلیل و حجت، ایتبعون یا تابعداری نمیکنه الا الظن مگر گمان و تخمینه، و ما تهوى الانفس آن چیزی را که نفس خواهش داره این اونمو چیزا شما نامگذاری کرده. ولقد جاءهم، یقینا که آمده برای از من ربهم از جانب پروردگارشان، الهدى راههای دانشمندی که درک بکنه که یا واقعا معبود شدن نمیتونه. سه بت خیلی مشهور بود
در مکه. یکی به نام لات بود، دیگه عزا، دیگه منات. هر سه ناما را هم اصلا از نامای الله گرفته بود یا به الله عقیده داشتن، حتی ربوبیتش را مکمل میپذیرفتن. الله خالق است، مالک است، مدبر است، رازق است، پناه او میده، از مشکلات او نجات میده. این گپا را کلش قائل بودن، کلش. زبردستی از الله تبارک و تعالی بود. خود تنها نزاده توحید الوهیت داشتن، عبادت خاص برای الله نمیدانستن. میگفتن ما این بت را که پرستش میکنیم، به نامش نظر میکنیم، سجده میکنیم، طواف میکنیم، یا را احترام و تعظیم میکنیم، در حاجتهای خود برای از یا آواز میدیم، یا شکل و صورت ملائک است، او ملائک خود بهترین و مقربترین مخلوق الله است، سفارش ما را در پیش الله تبارک و تعالی میکنه. بینمی زعم و بینمی نیت امی مشرکین چی میکردن؟ بتا را پرستش میکرد و این را به شکل زنا جور کرده بود. نامی از یارم اصلا نامی الله است. لات از الله گرفته، ها را از بین برده، تا را در جایش آورده. عزا را از اعز گرفته، از اعز مذکر اعز میه، مؤنثش عزا میه، اسم تفضیل، خیلی عزتمند. لات چی میگه؟ خیلی لایق پرستش. منات از من گرفته، قطع کردن نمیگه اصلا، یا تمام نزاها را قطع میتونه، قدرت قوی داره. نه، این ناما را مانده بود. سه بت خیلی شهرت داشت. اولی از این لات است. لات است. بنیاد شرک هم از همینجا نهاده شده. عمرو ابن لحا برش میگه او در شام رفته بود، اونجا مردم دیده بود در پت برستی، از اونجا یک بت قطع خود آورد، این میره به نام لات چی کردن؟ مشهور کردن و شروع شد نعوذ بالله بت پرستی در عرب. این اصلا لات نام یک شخص بود. او شخص به مردم تلخان ملخان جور میکرد، تو تخب میده میکرد، او چیستا گندم بریانا میکرد، به مردم میداد. بسیار آدم نیک بود. وقتی که وفات کردن در جای ازی، در قبر ازیر نعوذ بالله بت جور کردن، در اونجا خانه جور کردن، اتاق مکمل پوشاندن. بعد از این مجاورات در اونجا نشستن نعوذ بالله، همیشه در اونجا عبادت میکردن. اینی را به نام لات یاد میکنه. این از قبیله بنو ثقیف بود. پیغمبر علیه السلام مغیره ابن شعبه رضی الله عنه را روان کرد که این را از بین ببره. زمانی که مکه معظمه فتح شد، او رفت امو خانه را در پالوش درختان بود، او را مکمل از بین برد. بلکه او را خوچی میکنه که در پالوش یک سنگ است که در او دلخان جور میکرد، او را این مردم بوسه میکرد و عبادت میکرد، او را از بین برد. عزا در بین مکه و طائف اونجا یک بت بود. سه درختی اینمی ککر برش میگه، ایام در اونجا موجود بود. یک خانه را اونجا جور کرده بودن و در اونجا مجاوران نشسته بود و عبادت میکردن نعوذ بالله. پیغمبر علیه السلام خالد ابن ولید رضی الله عنه را روان کرد به خاطر از اینکه او را از بین ببره. زمانی که رفت امو درختها را قطع کرد و خانه را ویران کرد، پس آمد. پیغمبر علیه السلام برش گفت که تو خود در کدام ماموریتی که روان کرده بودم انجام ندادی؟ گفت چرا؟ گفت عزا را از بین نبردی، پس برو عزا را از بین ببر. زمانی که اونجا رفت مجاورات گرد شد، جمع شد در مقابل خالد ابن ولید. یک دفعه صدا کردن عزا عزا گفته که یک نعوذ بالله بچه‌ری زن که مویای خیلی دور و دراز و پراگنده داشت او سری خود خاک باد کرده رایسته میآید، میخواستن بترسانه خالد ابن ولید رضی الله عنه را. ایام قطع شمشیر زد کشت. پس که آمد پیغمبر علیه السلام گفت که عزا را آلی از بین بردی. این اصلا جنیه بوده، جنیه. و این مردم از اینمی گمراه کرده بود که اونجا هر آواز یا ایگپا را میگفت و پس برشان آواز میداد. ایام از بین رفت. منات در مقام قدید برش میگه. اوس و خزرج که دو قوم مدینه منوره بود، به این بت خیلی زیاد علاقه داشتن. پیغمبر علیه السلام علی یا ابو سفیان رضی الله عنهما را روان کرد و ای را هم از بین برد. اونجا هم خانه بوده و گپا بوده و مکمل ویران کرد. عربام که اول بت پرستی را شروع کرده، از این شروع کرده که اصلا مردمای نیک بوده، قبر از او را قابل احترام میدانستند. به مرور زمان قبر اله شده، در مقابلش خانه جور شده. بعد از او خانه را مورد تعظیم قرار داده، پوشا موشا برش کرده، رختار را سر شاوار کرده
و اکثر به شکل زنا اونجا بتا را جور کرده و بعد از او پرستش کرده. پیشتر براتان گفتم که فلسفه بت پرستی از کجا پیدا میشه. چرا بت پرستی اینقدر امر نعوذ بالله احمقانه چطور شده میتونه؟ خود بت تراش میکردن باز برش عاجزی کو. اصلی گپ از اینجا هست که امی هوا پرستا، امی مردمایی که نعوذ بالله آخرت عقیده ندارن و میخوان در دنیا آزاد بگردن، قید و بند سرشان نباشه، حلال و حرام فرق در بینشان نباشه، یا همیشه پشت اون معبودای میگردن نعوذ بالله که وای حساب و کتاب بازخواست از یان نداشته باشه. بتا را یا خود میگفتن که چیزی نمیتونه، خو لیکن ما چیزی را پرستش میکنیم که یا به شکلی از واسطه، یعنی اینقدر گفتن که یا خو عین ملائک نیست، خو شکل ملائک است. خو ملائک چون که به اشکالش تعظیم صورت میگیره از ما خوش میشه و بعد از او شفاعت ما را پیش الله میکنه. دوست هیچ وقت برای آدم رنج نمیرسانه، همیشه شفاعتی تا میکنه. اگر وقتش رسید که قطعی تو کمک کنه کمک، ضرر برات نمیرسانه. از او خاطر یار رو آوردن به طرف بت پرستی. چرا؟ بت نه جنت داره نه دوزخ، نه حساب داره نه کتاب، نه پل صراط داره نه عذاب قبر، نه تهدید داره نه چیزی دیگه. از امو خاطری مردم بینمی بت پرستی رو آوردن نعوذ بالله و اینی را پرستش کرده رایستن. بعضی مردم ها زمانی که دیدن که بعضی موجودات خیلی خلقتی عجیب و نادر داره، ناشنا داره، یا توسط از او فایده های خیلی زیاد به مردم میرسه نعوذ بالله، چون یا خود دلایل دیگه نداشتن رو آوردن به می مخلوق عجیب، بر از او نعوذ بالله عاجزی را شروع کردن، او را به نام الله خود قرار دادن. بعضی نعوذ بالله فکر کردن که آن چیزی که برای ما همیشه مفید است هیچ نوع درد نداشته باشه او را ما معبود جور بکنیم. مثل نصارا واره، نصارا گفتن عیسی علیه السلام نعوذ بالله ابن الله است به خاطری که قربانی داده خود برای گناه ما، بس از او خاطر محبت قطعی از او زیاد داره، او را پرستش میکنه، میگه او اللهی است که هیچ نوع تو را تعذیب و عذاب برد نمیده. خلاص به او رو آوردن. الله تبارک و تعالی در اینجا حقیقت کلی ازوار برای ما واضح می سازه. بت پرستی ها عبارت از اوهام پرستی هاست، گمان پرستی هاست، به مطابق خواهش خود هر چیز به خود ساخته رایستن، او را قابل تعظیم میدانه. قرآن چقدر تعبیر زیبا داره. این هی الا اسماء، نیست اینمی چیزایی که شما قابل تعظیم میدانه او را قابل عبادت میدانه، نیست یا معبودای واقعی بلکه نامای معبودا را سرش مانده، نامای معبودا را سرش مانده. سمیتموها شما خودتان، انتم شما و آباؤکم پدرایتان امیر رقم نام مانده بود. از امو خاطر و به هر حاجتی خود علایده بت داشتن و امو بت حاجت روای امو مقصد و امو فعل میدانستن، اینی رقم میکردن. امروز هم مسلمانای ما نام مانده زیارت حالا یکیشم میگه که ای برای شفای فلانی مرض است، ای برای شفای فلانی مرض است، ای بلاگردان است، ای نابیناها را جرم میکنه، ای دیوانه را جرم میکنه. قرآن بر ما میگه ان هی الا اسماء، نیست ای مگر نامی محض است، حقیقت وجود نداره که واقعا بلاگردان باشه یا نابینا کور جور بکنه، این گپ وجود نداره. سمیتموها شما نام گذاری کرده یار انتم شما و آباؤکم پدرایتان. چرا؟ دلیل ما انزل الله بها من سلطان، الله روان نکرده بالای اینمی موضوعات که شما نامگذاری کرده. کدام دلیله؟ روز نوروز از خدا جان جنده بالا می شود، از کرامت سخی جان کور بینا می شود. دلیل؟ در کجا دلیل است؟ تاری سرخکان از لغمان بیاره به خاطر زردیسته، بیار دلیل. تار چی کنه؟ زردی تو چی کنه؟ عجیب است. ما تا کدام حد تا آلی را موتراه مردم اینقدر مهاجرت ها را در پاکستان کردن، ترجمه قرآن شنیدن، آلی هم که یک موتر تیر نمیشه میگه استاد کو که چند دانه تار میخرم. عجیب گپ است، عجیب گپ است. تار میگیرن میگه زردی را جور میکنه. قرآن میگه این هی الا اسماء، نیست ای مگر ناماز شما گذاشته. سمیتموها،
انتم خودتان و آباؤکم پدرایتان ما انزل الله بها من سلطان، الله روان نکرده کدام دلیله. بیاری کدام دلیل که شما میگی قبر پیغمبر علیه السلام مختلف مرضا سری مردم پیدا شده در وقتی صحابه کرام مشکلات ها مصیبت ها آمده، مکمل سری مردم عجیب مشکلات ها آمده، قبر پیغمبر کسی نرفته و نگفته که اینی برای فلان مرض دوا است، یا قبر کدام صحابی را بعد از او مردم او را جور کرده باشه، رخت سرش اوار کرده باشه، خانه و مجاور برش گرفته باشه و گفته باشه که اینی زیارت برای نمیگه. پس از پیغمبر علیه السلام که در شخصیت بزرگ دیگه در دنیا پیدا نمیشه، در مخلوقات الله تبارک و تعالی، در انسانا او برای هیچ کدام مرض شفا دهنده نیست. لیکن یک نفری که در کو زندگی کرده کلمه طیبه را هم نمیفهمه، مویای خود دور دراز ایلا کرده، پلاستیکارم در چیسته در بالا پوش خود بسته کرده، او جناب پاچا صاحب ملنگ صاحب میشه، سبا روز میموره در کو سری کوی پغمانو را دفن میکنه، سعی میکنه که در روز بعد سرش یک دانه خانه جور شده گنبد برش داده میشه، بازو را معرفی میکنه که ای چی هسته؟ ای برای سیادانه است، ای برای سیادانه است، معرفی میکنن. یادتان باشه کم کار در این وطن نشده، سری مسلمان ها کم ریشخندا زده نشده. انگلیس گرفته کلی خر گور کرده، سرش بیرق زده، خو سبا مردم مسلمان دیده که سرش طواف میکنه. انگلیس ها کم کار نکرده. 40 گزی بابا، 40 مترم انسان است. این قبر ای قدر جور کو، خو کلش سلای کی بود؟ بگه سلای امی خبیسا انگلیس ها بود. جمع کرد یک قبر جور کرد، بیرق سرش زد، مردم ای کی است؟ 40 گزی بابا. بس حالی کس نمیگه که 40 متر بابا در کجا بود. کی بود؟ امروز کلش پس بردن، امو طلا، امو نقره، امو چیزای بگه آثار قدیمه را مکمل خودشان پس جمع کردن. چقدر تاوان کرده. خب قرآن ما را میگه که ما چرا فریب میخوریم؟ ایتبعون، یا تابیداری نمیکنه در عقاید باطلی خود، الا ظن، بجز از گمانای فاسد، خودش گمان میکنه که اینی اینطور است، اینی اینطور است. و ما تهوی الانفس، آن چیزی را که این نفس خوش میکنه اونمو را پیش کرده رایسته، دیگه چیز نداره. دلیل سند بگو، از کجا میکنی؟ در منطقه ما زیارت جور شد. ما خورد بودم در او وقت، سرمعلم مکتب ما باز برای ما قصه کرد. زیارت جور شد، در قید بود مردم که هجوم آورد، نه میوه ماند نه دانه ماند. مردم یک دم آمد در ولسوالی عریضه کرد که برادر ما دیگه کوچ کنیم این منطقه، در سری کو. رفتن یک آقا صاحب دو دانه دیگه قطش قطی که وام امو طرفدار آقا بود، وارا گرفتن آوردن ولسوال. در او وقت در ولسوالی ما بسیار آدم خواننده بود، درسای دینی را خوانده بود. گفتی حتما دروغ جور کرده، 4 دانه چوب که لد داد چنه اقرار کرد، گفت هیچ چیزام نیسته. نه گفت چیزی خو هسته که 4 چوب دیگه زد. گفت که بله ما میکشیم میریم. کلی خره کشیدن، نعوذ بالله، هیچ چیز نبود. چرا این کار کرده؟ گفت والا روزگاری ما در سقوط مواجه شده بود، ما این همی کار کردیم. به هزارها مناطق مردم همی کارا را کرده. و برادر یک کسی ولیس بالکل صراحتا نمایان مشخص است، قبرش در کدام مذهب در کدام حدیث قابل گنبت است، قابل پخته کردن است، قابل پنجره است، قابل اوار کردن رخت است، قابل مجاور نشستن است. این را در یک مذهب برای ما بکشه، در یک مذهب. تو که بیرق بالا میکنی در کدام است، در کدام حدیث، در کدام مذهب است، تو بکش برای ما. خب کس جلوگیری از دیگه پا نمیکنه، کس. ما خود مومن میگیریم، سبا اونموره دکانداری خود خوش است که برو اینه سودایم خیلی زیاد میشه، هتلی باز اونجا هتلی خود آواز میکنه، سوداگر دیگه کس دهنی خود پرت میکنه. دریورا خو میگه که برو دیگه سواری پیدا شد، آلی یک موتر در 10 موتر میرسه کلگی. اونجا سایکو که میمون خانه آواز شد، اونجا سایکو که باز
باز گپای دیگر را پیدا میکنه، زنجیرها اونجا انداخته میباشه و چی کارا نمیباشه. این در کدام کتاب است؟ در کدام دین است؟ کدام دینی را اجازه داده؟ قرآن برای ما میگه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یقینا که برشان آمده عذرشان در این مورد قطعا قابل قبول نیست که بگویه ما نمیفهمیدیم، چرا که آمد برشان من ربهم، از جانب پروردگارشان، الهدى، راهی که درست و صاف است. قرآن و حدیث وجود داره، چرا در او رجوع نمیکنن که یا بازم بری خود عذر پیش بکنن که ما اینطور بودیم؟ کتاب الله موجود است، حدیث پیغمبر موجود است، ما در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله تمام موضوعات خدا، اگر مربوطی دین است، اگر مربوطی آخرت است، دنیاست، مکمل در روشنی از این جور میکنیم او عمل میکنیم. خدا قرآن و حدیث امی گپا پیدا شوانه، پیدا شوه، عجیب نیست. ام للانسان ما تمنا، آیا میگه الله میگه آیا میسر میشه به انسان ما همون چیزی را تمنا که آرزو میکنه؟ نه، هر چیزی که انسان آرزو کنه حتما همو برآورده شوه. یا خود تمنا و آرزو از یا رقم داره، خو لیکن اینطورام نیست که مردم ها گمان داره، آرزو داره که مردم ها اولیاست، سفارش ما را در پیش الله تبارک و تعالی میکنه. این گمانی غلط است. چرا؟ نیست، سند نداره. فلله الاخرة والاولا، در اختیار الله تبارک و تعالی است نیکویی آخرت، یعنی او جهان، و الاولا، از این جهان. تمام تصرفات اختیارات از آخرت و از این جهان مکمل در پیش الله است، او بدون اذن الله هیچ کسی چیزی کرده نمیتونه، هیچ کسی نه مرض شفا داده میتونه، نه حاجت پوره میتونه، نه مشکل حل کرده میتونه. چرا؟ اختیارات از کیست؟ او الله اینطوری اختیارات به کسی نداده. و کم من ملک فی السماوات، ایره چی میکنی در دنیا؟ بلکه اونمو که امی اهل مکه ملائکه مقربین به الله میدانستن و میگفتن که هر چیز سری الله میقبولانه. نه، و کم من ملک، بسیار از ملائک فی السماوات، در آسمان هاست، لا تغنی که دفع نمیکنه شفاعتهم، سفارششان، شیئا، هیچ چیزی را هم دفع کرده نمیتونه. ملائک خو بندگان الله است که مکمل در عبادت الله مصروف است، به اندازه رب زدن چشم نافرمانی الله را هم نمیکنه، لیکن بازم محتاج فرمانی کیست؟ الا من بعد یأذن الله، مگر پس از که الله حکم کنه، لمن یشاء، به کسی که الله بخواه، و یرضا، پسند میکنه الله کسی را پسند میکنه، میخواه که موحد باشه، عقیده توحید الله را داشته باشه، و او را الله در آخرت اجازت شفاعت میده، انبیام شفاعت میکنه، شهدا، اولیاء، حتی اطفال خرد ما و شما شفاعت میکنه. خب برای کی؟ برای که الله اجازه برش بده از شفاعت کردن، و در مورد کسی الله و شفاعت میتونه که الله اجازه بده که دهی شفاعت کنه. شرطی از او نمو کدام است؟ بودن عقیده توحید الله است. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، یقینا کسانی که عقیده نداره، ایمان نداره بالآخرة، با آخرت، بله، برای خوش کردن دلای خود به که خود وجدان خود فریب بده، لیسمون الملائکه، نام میمانند بالای ملائک، تسمیت الانثى، نامهای زنانه را میمانند، نعوذ بالله. حالان که و در پیدایش ملائک چی نبودن؟ حاضر نبودن. ملائک خونه مذکر دارن نه مؤنث، یا چطور واره مؤنث میگه؟ از همون خاطر در فارسی فرشته میگیم این نام خوب نیست، این نام خوب نیست. چرا؟ کیرم نامی چی است؟ بگه مؤنث، فرشته. ملک بگه ملک، چرا در قرآن کریم برش ملک گفته شده. و ما لهم به من علم، نیست برای از یا بهی بالای نمی گفتارشان، من علم، کدام سند ندارن. یا ملائکه میگه که نعوذ بالله مؤنث است، چه کدام سند بیار؟ یتبعون الا الظن، گمان، یا تابعداری نمیکنه مگر از گمان، سند نداره، گمانی از جای طور است که نعوذ بالله و مؤنث است. و ان الظن، و یقینا گمانی که به مبنای دلیل نباشه، لا یغنی، دفع نمیکنه، من الحق، از عذاب الله، شیئا، چیزی را، یک مانا، لا یغنی، نفع نمیده، من الحق، از معرفت حقیقت، چیزی که واقعیت داره، در معرفت از او هیچ چیزی فایده نمیکنه، شیئا، هیچ چیزی را. چرا که گمان به اساس دلیل نیست. اگر دلیل می بود خوب بود.
فاعرض عمن تولا، پس اعراض بکو، رو بگردانه پیغمبر علیه السلام از او کسی که تولا اعراض کرده از دلایل توحید الله، با قرآن گوش نمیگیره، این دلایل که برش ذکر میشه او ایجیره نادیده میگیره. عن ذکرنا تولا، که رو گردانی ده عن ذکرنا، از قرآن ما ده قرآن نمیشینه. ولم یرد، اراده دیگر نداره، الا الحیات الدنیا، بجز از زندگی دنیا. این آیت سری کی تطبیق میشه؟ مصداقش کیست؟ تو به مردم قرآن بیان میکنی، قرآن میگی الله تبارک و تعالی بغیر از کسی مشکل کشا حاجت روا نیسته، لیکن مردم بالکل نمیپذیره، در مجلس قرآن نمیشینه، میگریزه، میگه نه 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 ما از این زیارت یافتیم و به می زیارت احترام قائل هستم. همینطور میگن نمیگن؟ برای شما گفته نشده، یک دفعه کارا را شروع کنی باز براتون گفته میشه، باز براتون گفته میشه. قسم یاد میکنه دخترت که من اینطور مریض بود بردم دمی زیارت، بالکل جور شد. الله جور کرده، این خود زیارت جور نکرده، زیارت جور کرده. همینطور برای ما گفته زیارت جور کرده. میگیرم دو پارت میکنم که توی گپا رد میکنی. این همینطور برام گفته، این همینطور دو پارت گفت میکنم. من میگم که زیارت جور کرده، من گفتم الله جور کرده، گفت زیارت جور کرده. من خود به اینمی عقیده دارم. همینطور خیلی به شدت قریب که سر ما حمله کنه. شما این گپا را بزنی باز براتون گفته میشه. از همون خاطر نفرت از ترجمه قرآن داره، ترس از ترجمه قرآن داره، گریز از ترجمه قرآن داره. چرا؟ قرآن امی هواخواهی از یار رد میکنه که یا کدام گمانی غلط داره و یا دیگه چیز نداره. ولم یرد الا الحیات الدنیا، یا اراده دیگه نکرده، اراده دیگه نداره بجز از زندگی دنیا. تمامی روز پشتی دنیا روان است برای فهماندن مسائل عقیدوی خود، آخرتی خود، هیچ وقت نمیده. ذالک، اینمی طلب دنیا، مبلغهم من العلم، مبلغهم امو انتها از معلوماتشان است، منتهای معلوماتشان علمشان فقط دنیاست که دنیا به دست میاد دیگه یا چیزی را نداره. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. کوشش تلاش انسان باید منتهای دنیا نباشه که دنیا برات حاصل شود. امروز کل مردم ما برای تعلیم انگلیسی 3 مرتبه کورس میخونه در یک روز. تمام مبلغ علم ما فقط دنیاست. دنیا الکی چی شود؟ بگه ترجمان جور شود، که کامپیوتر کار شود، که اینطور شود. نه، من نمیکنی میره. خواهیر اکبر هم نگردانه. تمام مقصد زندگی تنها دنیا نیست. تمام مقصد زندگی آمادگی برای آخرت هم است. چرا؟ فرق در بین مؤمن و کافر در اینمی گپ میشه که کافر تمام مقصد زندگی دنیاست، از او خاطر بعد زندگی دنیا خود مرفع بسازه، خود راحت بده، اما اسبابش مهیا بسازه. اما تمام مقصد زندگی مؤمن دنیا نیست بلکه آخرت است. اصل مقصدش آخرت است. دنیا ذریعه برای کسب آخرت است. از همون خاطر مثل که آخرت ضرورت است، دنیا هم ضرورت است. اما قدر مهم است. چرا؟ نعمتهای جنت بدون اینمی نعمتهای دنیا حاصل نمیشه. امی موقع دنیاست که برای تو زمینه را برای حصول نعمت آخرت میکنه. خیر اکبر هم جور نکن، منتهای معلوماتی جور نکن که بس اسلام معلومات ما را از این کده چی میکنه؟ بگه میگذرانه از این 4 دیواری و مادیات پرستی دنیا میگذرانه. برای ما میگه جهان دیگری وجود داره. اصل زندگی جاودانی در اونجا است. معیار زندگی انسانی در اونجا است. انسان در اونجا میره. اسلام است که نمی 4 دیواری را از بین میبره و تو را آشنا با جهان دیگر میسازه. از همون خاطر است ذالک مبلغهم من العلم. امروز امی مردمایی که در ساینس خیلی پیشرفت کرده اگر منتهی به معرفت الله و به قدرت الله نشوه، این علم نیست. چرا؟ این علم خیلی محدود است، خیلی محصور است. چرا که تنها در 4 دیواری دنیا منحصر شده، او طرف نمیفهمه. معلوم شد انسان به عقل خود در او سرحد رسیدن نمیتونه تا وقتی که وحی قطش کمک نکنه. انبیاء علیهم السلام بود که برای ما نشان داد که اینطور حادثات عظیم رونما میشه. آسمان ها باقی نمیمانه، ستاره ها باقی نمیمانه، کوه ها باقی نمیمانه. اینمی بحر که یک دم آب است یک دم آتش میگرده. این تحقیقات قرآن است، علم قرآن است. عالی مردم نو تحقیقات کرده رایسته که بله دنبال اینمی حالتا چی چیز آمده رایسته.
ما بدون کدام وسایل، امی قدر قرآن برای ما بیان کرده که اینطور گپا میشه و توسط وسایل تا که منتهی شوند به گپ. الحمدلله او کسایی که در فضا سفر میکنه، میره پیشرفت میکنه، اعترافشان به جز از اینکه به قدرت الله بالکل تسلیم شود دیگه راهی نداره. میفهمن، میدانن مبلغ علم ما تنها این نباشه، ما مبلغ علم ما آخرت است. از همون خاطر هر عمل ما در محور آخرت چرخ میخوره. با مردم خوبی کردن، آزار و اذیت به کسی نرساندن، در زندگی خدا محتاطانه در محدودی که الله بر ما حد گذاری کرده دمو انجام دادن. اینی را میگه مؤمن کافر دینمی فرق میشه. ان ربک هو اعلم، یقینا پروردگار تو خوب عالم است بمن، به کسی که ضل عن سبیلی، خطا شده گمراه شده از راه حقی الله تبارک و تعالی خوب میدانه که کدام طرف روان است، چی هدف داره. و هو اعلم، الله خوب عالم است بمن اهتدی، به او کسی که راه هدایت میپیماید. کسی فکر نکنه که والا مخوی قدر تکلیف و مشقت را میکشم و رسه کو همیشه فسق فجور گناه لیکن بازم در ناز و نعمت زندگی میکنه. الله در یک نقطه خلاصه کرد، فکر نکنی که ازالی تو هم الله خبر نداشته باشه، ازالی از او هم سرکشی از او هم نادیده گرفته شوه و این محنت و مشقتی تو هم نادیده. نه، جهان دیگری آمده است که تفکیک در بین همی دو حرکت میکنه، نتایج مرتب میشه مطابق همی حرکت ها. ولله ما فی السماوات، خاص در اختیار الله است آن چیزی که در آسمان هاست، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است. تصوری که مردم داره که فلان متصرف فلان چیز است یا فلان ملکیت و پادشاهی است، کلش نفکت. اختیارات برای الله تبارک و تعالی است، همه اختیارات. پس هیچ کسی از اینمی محدوده که الله تبارک و تعالی در آسمان و زمین مقرر کرده کسی بیرون رفته نمیتونه. اینطور نیست که مردم هر کار بکنه همینطور آزاد باشند. لیجزی الذین، هدفی است که پاداش بده الله به او کسانی که عوض بده الله به او کسانی که عصا و بد کردن، به ما به سبب آن چیزی که عملو انجام دادن در دنیا. و یجزی، پاداش بده الذین، به او کسانی که احسنو، اعمال درست کرده، یعنی عملی که به اخلاص برای الله و بر نقش پیغمبر کرده، بالحسنا، به پاداش نیک که جنت است. بله الله اختیارات مکمل از الله است، آینده همی رقم میشه که هر کس در نتیجه عملی خود میرسه. الذین یجتنبون الکبائر الاثم، کسایی که احسان کرده کدام مردم است؟ الذین، مردمانی است یجتنبون که خود نگاه میکنه اجتناب میکنه، کبائر الاثم، از گناههای بزرگ، والفواحش، از گناهایی که بدون دلیل نقل عقلم او را بد میدانه زشت میدانه. الا اللمم، بجز از اونم گناههای اندک یا آلودگی یک نوع که بر انسان پیدا میشه، یا گناههای صغیره، کلش مراد شده میتونه. بعضی مفسرین مراد از لمم خاطرات نفس میگه که بدون اختیار در قلب انسان پیدا میشه. بعضی لمم گناهی اندک همو گناه را میگه که ناگهان فکرت نمی باشه گناه میشه و زودتی کده باز آگاه میشی سرش که وی از پیش نمی خطایی شده. بعضی مراد از لمم گناه صغیره را میگیره. معلوم شد که گناه کبیره هم از صغیره هم. گناه های کبیره در تعریفش اختلاف است بین علما. کسی میگه گناه کبیره او را میگه که وعید شدید در مقابلش ذکر است، کسی گناه کبیره او را میگه که لعنت در موردش ذکر است، کسی گناه کبیره او را میگه که در موردش جهنم ذکر شده، کسی میگه کبیره هر گناه کبیره است به نسبت دیگه گناه که او صغیر است. بعضی میگه هیچ کبیره وجود نداره. چرا؟ اگر توبه کسی بکنه، اگر توبه نکنه ولو که گناه صغیر هم باشه کبیر است، چرا اصرار و دوام میدی؟ لیکن در حدیث در آیات ثابت است که بعضی گناه ها کبیر است. مثل که در حدیث 7 گناه را پیغمبر علیه السلام از جمله گناه کبیری موبقات هلاک کننده شمار کرده. او گناه هایی است که در خراب شدن اجتماع و معاشره انسانی بسیار ضرر زیاد داره، او را ذکر کرده. مثل شرک و قتل و نافرمانی پدر و مادر و نعوذ بالله بهتان، دزدی، زنا، ایگپا را پیغمبر علیه السلام در حدیث ذکر کرده. کسانی که احسان میکنه کسانی هستند که از گناه کبیره و از گناه زشت خدا نگاه میکنه. الا لمن، بجز از گناه های کم اندک یا گناه صغیره. مراد از این لمم اونموسته
که بعد از اینکه تو گناه از پیشت صادر شده زودی که بیدار میشی، خود ملامت میکنی، رجوع به الله تبارک و تعالی میکنی. از او خاطر الله میگه این ربک، یقینا پروردگار تو واسع المغفره، مغفرتش خیلی فراخ است. اگر از تو یک عمل ناگهان صادر میشه گناه هست، حالی تو خودت سرزنش میکنی، ملامت میکنی که اینی گناه صادر شده، زود رجوع به الله میکنه. در این صورت الله بخشش هم میکنه. هو اعلم بكم، الله خب عالم است به احوال شما. اذ انشأکم من الارض، در آن وقتی که شما را پیدا کرد از زمین. اصل جزیتان از زمین است که آدم علیه السلام اصلتان، یا است که اصل اجزای هر انسان از زمین است. چرا که نطفه نتیجه یا خلاصه تمام انرژی وجود انسان است. وجود انسان انرژی از خوراکا گرفته، خوراکا پیدا از اینمی خاک شده. معلوم شد که در اصل خاک الله ماده حیات گذاشته، ماده حیات در خاک است. دانشمندان تحقیق کرده رایسته که چه رقم از خاک که در حقیقت در ظاهر مکمل چیزی مرده است، بی حیات است، چطور حیات پیدا میشه؟ از این خاطر مردم در حیرت انداخته. یکی الله علی و مردمایی که لاف میزنه در عبادات خود، الله واره سرزنش میکنه که لاف در عبادات نزنی. لاف کسی میزنه که از اصل خود آگاهی نداشته باشه. لاف کسی میزنه نعوذ بالله خود کلان میتراشه که او نفهمه که چی تغییراتی در وجود ما رونما شده. اول اذ انشأکم، در آن وقتی که شما را پیدا کرد، من الارض از زمین. و اذ انتم جنتون، در آن وقتی که شما بودی جنتون جنینا فی بطون امهاتکم، در شکمای مادرایتان چی تحولات عظیمی در اونجا رونما شده. خب فکر بکن. فلا تزکوا انفسکم، شما ستایش نکنه، تزکیه نکنه نفسای خودتانه که خود کلان بتراشه بگوی که ماستیم. نه، هو اعلم، الله خب عالم است بمن اتقا، با او کسی که واقعا تقوا را اختیار کرده، یعنی راه محتاطانه را در دنیا اختیار کرده. طور زندگی میکنه مثل که در یک راه روان باشی و کلش خار باشه و تو پایت خیلی به احتیاط میگذاری. کسی که روزگار خود در دنیا به نمی قسم احتیاط پیش تیر میکنه، الله خب سرش عالم است. خود شما تزکیه نکنی، خود ستایی خوب نیست. او در حقیقت هر قدر انسان عبادت الله را بکنه، چرا؟ در مقابل قدر نعمتای بزرگ الله، قدر تقصیرات و کوتاهی که از ما صادر شده و قدر شان و عظمت و شرافتی که الله بری تو داده، در مقابل از تو چی کرده؟ ما چی کرده؟ مگر شب و روز ما عبادت الله را بکنیم. شب و روز یک لحظه از نعمت الله را ما مقابله کرده نمیتونیم که پوره بکنیم قدرشه. یک لحظه از نعمتشه. افرأیت الذی تولا، مرا خبر بده از او کسی که تولا رو گردانید و اعطا قلیلا، داد یک چیزی کم و اکدا ولی سخت دل شد دیگه، یا و اکدا دیگه بند کرد دادن. کفار یکی دیگه خدا میگفتن، گفت سعی که قدر تلاش نکو سری ایمان نبیار. اگر تو میگی که عذاب آمده نیست، بیا تمامی گناه های تمام پشت میکنم، خب به شرطی که اینی قدر مال برام بدی. ولی دبی تور کرده بود، ده یک کسی مال دادن شروع کرد، خب بازم امو مال پوره برش نداد. ایو نمو گپای است که در هر تاریخ تکرار میشه. یک تعداد مردمایی که ملوث به گناه هاست دیگرها را وقتی دعوت میده برای گناه، یکی از جمله دسایس و پیشنهادایشان نمیسته بیا این گناه را تو بکو، این گناه در گردنی ما مزیمه براریش هستم. قرآن رد میکنه اینطور تصورات نادرسته که سبب گمراهی مردم میشن. نه، هر نفس، هر کسی مسئولیت گناه خود داره، هیچ کسی نمیتونه مسئولیت دیگر را در گردن خود بگیره. بله سبب و وسیله شده میتونه برای از اینکه گناهش دبل شوه، یکی از نافرمانی خودش، یکی که دیگه کسا نعوذ بالله دعوت به نافرمانی داده. قرآن اینجا برای ما میگه عنده علم الغیب، آیا پیشش علم غیب است؟ فهو یرا، او میبینه که آدم بار یک گناه از زیر پشت کرده میتونه؟ کدام غیب داره کی طور میکنه؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا خبر دادن نشده برش به آن چیزی که در صحیفه های موسی علیه السلام است و ابراهیم در صحیفه های ابراهیم علیه السلام است؟ و ابراهیمی که الذی وفا، او ابراهیمی که وفا کرد، تمام امتحانات الله تبارک و تعالی که سرش مقرر شده بود مکمل کامیاب برآمد. امتحانات الله بالای ابراهیم خلیل الله یکی نبود، چندین امتحان الله متوجه کرد. دعوت توحید الله را در جامعه که مکمل مشرک بودن، حتی یک نفرم موحد دیده نمیشد، الله امر کرد دعوت بده، دعوت داد. مخالفت پدر، مادر، اقربا،
هجرت کردن از یا انداختن در آتشی که و برافروختن، مقابله و مناظره با نمرود، هجرت کردن در وطن دیار دیگه، هاجره و اسماعیل علیه السلام در یک منطقه خشک گذاشتن، بعد از اولاد خود ذبح کردن. بسیار امتحانات ابراهیم خلیل الله تیر کرده. در صحیفای ازوام امیگه پس که کسی بار کسی را ورداشته نمیتونه. هر کس مسئول نفس خود و جان خود است. اینجا برای ما میگه الله تزیرو، امو مضمون امو مطلبی که در صحف موسی و ابراهیم خلیل الله آمده، هر دو پیغمبر نام گرفته به خاطری که خیلی شهرت داشته پیش اهل مکه. الله تزیرو که ورداشته نمیتونه وازرتون نفس گناهگار وزر اخرى، باری گناه دیگه نفسه. بله از دیگر نفس هم گناهیش سری ازی میایه اگر دعوت داده باشه به طرف غلط گناه. و الله لیس للانسان، نیست برای انسان الا ما سعی، مگر آن چیزی است که خود تلاش کرده در دنیا انجام داده اونمو چیز برش میرسه. مفسرین بعضی را خاص میسازه در آخرت، در دنیا مربوط نمیسازه. نتیجه عملت اونمو برد میرسه که در دنیا خود انجام داده ای. عقیده صحیح دیگه کس برای تو فایده نداره، عملی صحیح دیگه کس برای تو فایده نداره. خودت باید عقیده داشته باشی، عمل داشته باشی. با این فکر نباش که باباهای ما خب مردم تیر شده، آقا خیلا بوده، صاحب زاده خیلا بوده، خود چی داری در دست خود او را عمل بکو. از همون خاطر این پندارهای غلط، تصورهای غلط که در بین توده های مردم تا امروزه ادامه داره، این الله رد کرد. هر انسان مسئولیت برای خود داره، خودش مسئول از اعمال خودش است. از پیش سوال میشه. بعضی مفسرین را هم دانستم در دنیا هم در آخرت نیست برای انسان مگر آن چیزی که خود سعی کرده، تلاش کرده. بله اگر مفهومش عام بگیریم درست گپ است. چرا؟ به خاطری که در دنیا هم هر چیزی که هست از تلاش و کوشش خود انسان است. خود انسان کوشش میکنه. اونجا خود در آخرت الله تبارک و تعالی بعضی رسته برای تو سفارشی مقرر میکنه. اگر عقیده صحیح داشتی، پیشتر آیت تیر کردیم که پدر و مادر در مقام و درجه بلند بود، اولادش اگر موحد بود الله میگیره او را در درجه بلند، ولو که درجه از نگاه عمل پایین است او را در درجه پدر و مادر میرسانه برای خوشی کی؟ خوشی و عزت پدر و مادر. او اینجا میگی که نیست برای انسان مگر نتیجه عمل خودش. جواب بگو. یکی اصلی نتیجه است، اصلی بدل و پاداش بجز از عمل خود دیگه چیز برات دادن نمیشه. یکی احسان الله است. احسان الله مستثناست، اوی که الله احسان میکنه، وگرنه عمل تو نمقدر بدل و جزا داره که خود انجام دادی. این آیت یک درس عظیمی دیگه بیدار کننده برای ما و شما میده. بله این آیت تعلق به دنیا هم داره، مومنا را بیدار میکنه همیشه دستبین دیگران نباشه. پلکک زده رایسته که دنیا بیا مؤسسه چای ما را او جور کنه، بندی برقی ما را او جور کنه، مکتبی ما را او میز و چوکی بیاره، مؤسسه بیا سربند آبی ما را او درست بکنه، سرک ما را او پخته بکنه. تو را میگه ای مومن لیس للانسان الا ما سعی، نیست برای انسان مگر آن چیزی که خود تلاش میکنه، محنت میکنه، کوشش میکنه. به طمع دیگران نشی که دیگران بیا. ما امروز هم تو هستیم، خود تلاش نمیکنیم، سرک میبینیم روز به روز. امروز فقط یک خال به اندازه یک آینه خراب شدن نمیکنیم که عالما یک دو دانه سنگ یا ریگ اوجا پرتیم. نه، آب دیگه میاریم در اموجا. کل مشکلات از دست خود ما با وجود آوردیم امروز کلش. انجینری ما درست در اینجا کار نکرد، موادی که مناسب بود برای سرک او را استفاده نکرد، پیسه را نیم کرد. در تمام امور نمیگه پاسته. ایام از این پیسه خود پشک مندازه در حج میره. انجینر ایام از این پیسه در کجا میره؟ او اینجا چیخ میزنه که یا الله گناهگار هستم، یا الله گناهگار هستم. تو خب باز که بیایی باز پروژه دیگر همی رقم میکنی. استهزا به احکام الله است، یعنی که توبه واقعی الله است. امروز که توبه های ما قبول نمیشه، ما توبه حقیقی را نمیکشیم. یعنی حالت های ماست. قرآن ما را بیدار میکنه ای مومن خود تلاش کو، محنت کو، برای خود آبادی بکو. چطور تلاش کنیم؟ بسیار آسان است، بسیار آسان است. مصارف مرده هایتان
به نام 3 و 4 و 40 و 50 کلش یک دم جمع کده یک مدرسه بده. خود دید به دست خودت بیار، بلوک بیار، چاکن بیار، چاره بکشه، بلوک بگذار، بمبر بیار، نصب کو که مردم از پیش استفاده بکنه. به دست خود برو چوکی ها را بخر ببر در مکتب در اطفال خوردی که در خاک می نشینن. به دست خودت کی از کی مانع شوه بگوی. خودی ما منتظر هستیم دنیای کفر کی میه برای ما آبادی میکنه، سرکی ما را جور میکنه، کلینیکی ما را جور میکنه، دارولیتام برای ما جور بکنه، فلان جور بکنه. ما مسلمان ها همیشه از قرآن دور زندگی کردیم، نفهمیدیم که ما چی مسئولیت داریم. لیس للانسان، نیست برای هر انسان الا ما سعی، مگر امو چیزی که خود سعی کوشش کرده اونمو نتیجه برای تو حاصل میشه. کوشش بکن، محنت بکن، امو چیز برات حاصل میشه. به طمع دیگر نشی. شاگردی که همیشه نقل از دیگه شاگرد زده از 12 خو خلاص کردی خدا به می رقم، لیکن در کانکور چی طور میکنی؟ برو از کانکور هم برآمدی واسطه پیدا کردی، بالکل طب خواندی، دکتر شدی، مریض پیشت میاد، چه قسم تداوی و علاج میکنی؟ انجینر برآمدی، چه رقم نقشه میدی؟ معلم برآمدی، چه رقم درس میدی؟ چه رقم میکنی؟ اتکا به دیگرها سبب بدبختی نهایی انسان میشه، هم در دنیا هم در آخرت. و ان سعیه سوف یرا، زود است که محنت همون نتیجه محنت و تلاش و کوشش خود سوف زود است یرا برش نشان داده شوه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بعد از او برش جزا داده میشه، پاداش داده میشه. الجزاء الاوفا، امو عوض و پاداشی کامل، هیچ نوع کمی کاستی دیش نباشه. و ان الی ربک المنتهی، یقینا به سوی پروردگاری تو بازگشت است. تمام اموری که پراگنده میبینید که تو پاشانده دنیا کلی از یار الله جمع میکنه، به یک الله رجوع میکنه. و انه هو اضحک و ابکا، یقینا الله تبارک و تعالی او میخندانه و ابکا میگریانه. الله است که کسی را میخندانه و کسی را میگریانه. اسباب را مهیا میسازه که سبب خوشی میشه و اسباب را الله پیدا میکنه که سبب غم میشه. کلش از جانب الله تبارک و تعالی. و انه هو امات، امی پروردگار است امات که میمیرانه و احیا زنده میکنه. و انه خلق الزوجین، امی الله تبارک و تعالی است که پیدا کرده جفت و جوره را، از ذکر و الانثی، نر و مادر، من نطفه، از نطفه. نطفه یک نطفه است، چرا تغییرات میاد؟ اذا تمنا، در آن وقتی که ریختانده میشه در رحم. و ان علیه النشأة الاخرى، یقینا بالای الله تبارک و تعالی آفریدن دیگه است، دوم بارم شما را پیدا میکنه. و انه اغنا و اقنا، یقینا الله تبارک و تعالی اغنا، توانگر ساخت کسی را، و اقنا خزانه داد به کسی. و انه هو رب الشعرى، امی پروردگار شعراست. نام ستاره بزرگ خیلی درخشان است، حرارتی از عالی، ساینسدانای جدید تحقیقات داره، بسیار حرارت قوی داره اینمی ستاره شعرا. در اون زمان این ستاره یمن میگفتن، چون که در جنوب مکه قرار داشت در طرف یمن، از او خاطر این ستاره یمن هم میگفتن. اکثر مردمای زمان جاهلیت تقریبا عقیده به این داشتن که سرنوشت ما وابسته به این ستاره است. حالی هم یک تعداد مردم همینطور میگه، ستاره تو میگه اینطور است. همین بدبختا که در راه نشسته مردم اینطور فریب میده، میگه من ستاره تسایی کردم در آسمان. این گپ غلط است. کس ستاره ده، او ستاره سیارات است، مخلوق عظیم الله تبارک و تعالی است. او تعلق و رابطه با کار و کردار و روزگار انسان نداره. الله میگه که رب شعرا الله هست، یعنی او هم بری خود مالک داره که تغییرات دایش میاره، چیستا گاهی گم میشه گاهی پیدا میشه. و انه اهلک عادا الاولى، الله تبارک و تعالی است که هلاک کرد عادا قوم هود علیه السلام. اولا یعنی عادی نخستی، اولا دو عادیا بود. و ثمود، هلاکت ثمود، فما ابقا، هیچ چیز از و نگذاشت، یعنی هیچ کسی از واره باقی نگذاشت. و قوم نوح، هلاکت قوم نوح علیه السلام من قبل، پیش از یا، انهم کانوا، یقینا کل از یا وجه مشترک داشتن، هم اظلم، که و کلشان ظالم بودن، خیلی ظالم. و اطغا، ظالمتر بودن، و اطغا سرکشتر بودن. ظالم ده حق خودشان بود که نافرمانی الله را کردن، و اطغا سرکشی کردن، حقوق دیگران را پایمال کردن، یا استکی خودم عقیده را نپذیرفتم دیگران را مانع شدن. والمؤتفکه، هلاکت مؤتفکه را. و ای اهوا،
بیافگنشانه متفقه قریه هایی که با هم جمع شده بود یکی به دیگه پیوست بود کلی از یار الله از بین برد فغشاها پس پوشاند اینمی قریه ها را ما عذاب غشا که واره پوشاند بیانش نمیشه این قدر عظیم بود فبأي آلاء ربكما پس به کدام یک از چیست نعمتهای پروردگارتان تتمارا شما تکذیب میکنه هذا نذیر من النذور الاولى این بیم دهنده است از جمله بیم دهندگانی که پیشینا بودن یعنی این هم قسم بیم میده از عذابایی که دامنگیری شماست در صورتی که نپذیری دعوت از صفت العاصفه نزدیک شدنی که قیامت است لیس لها من دون الله نیست برای اینمی قیامت عاصفه بجز از الله تبارک و تعالی کاشفتون ظاهر کننده الله ظاهر میکنه ایره افمن هذا الحديث تعجبون آیا شما از این سخن تعجب میکنه که چه رقم قیامت بیاید دنیا ویران میشه و تضحکون خنده میکنه ولا تبکون گریان نمیکنه منظور است که شما ده هوا و هوس زندگیتان میگذرانه هیچ غم و درد نمی قیامت برایتان نیست عجیب نیست و انتم صامدون شما بازی کنان هستی سمود میگه در بیهودگویی مصروف شدن شما از او خاطر سمود موسیقی ساز و سرود هم میگه شما در ساز و سرود دینمی مبتلا هستی فسجدوا لله واعبدوا وقتی قیامت آمده نیست شما سجده بر الله بکنی یعنی تابیداری الله را بکنی و اعبدوا مکمل عبادت الله را بکنی تیاری بگیره که همچو روز آمده نیست پیغمبر علیه السلام در مجلسش وقتی کی را میخوان مشرکین مکه بود زمانی که دی سجده رسیدن مسلمان ها سجده کرد کفار هم سجده کرد چرا؟ به خاطری که در اینجا بیانات هیبتناک قیامت شده بود که قیامت آمده نیست و یکی ای کلمات قرآنی که در اینجا ذکر میشه انسان بیخی جلب میکنه خصوصا کسایی که عرب بود خو این کلمات بسیار فکر میکرد از او خاطر ناگهان وام سجده کردن بجز از یک نفر که همو ولید میگن و یک مشت خاک گرفت بالا کرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين